سوال 35 ارکان ایمان چند تاید؟ رکنهای ایمان چند تا هستند و کدام هایند؟ جواب: رکنهای ایمان 6 تا هست. ایمان آوردن به الله، به فرشتگان، به کتابها، به پیامبران، به روز قیامت و ایمان آوردن به تقدیر، به قضا و قدر، خیر و نیک یا شر آن. و در این معنی حدیث جبرائیل علیه السلام است. وقتی که نزد پیامبر آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله را از ایمان و از اسلام و از احسان پرسید و در مورد ایمان پیامبر چی گفتند صلی الله علیه و آله؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیر و شر. ایمان این است که ایمان بیاوری به الله و فرشتگان و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت و به تقدیر خیر و بد آن. پس این 6 رکن پایه اساسی ایمانند که به آنها ایمان درست نمی شود. کسی اگر که این 6 رکن یکی از این رکن ها را اگر که ایمان نداشته باشد یا که در آنها شک نماید، پس از دایره اسلام خارج می شود. روایت مسلم است این حدیث.